بخشیده به استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نویه فرخار، بنیاد و از نوسازی 435 انشاءات تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده تا امروز زیاده از 330 انشاءات آن ساخته مورد استفاده قرار داده شده است که نزدیک 77% اجرایش نقشه را تشکیل می‌دهد. در نویه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران محلی امسال از شماره انشاءات ذکر شده باید 66 عدد به استفاده داده شود. در جماعت شهرک فرخار طبق نقشه گنرالی و رعایت طلبات معماری و شهرسازی امروز ساختمان قصر فرهنگ و یک چند بینای ماموری و خدمترسانی با طرح معاصر ادامه دارد. در مرکز نویه حساب همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری تا سال 2026 در عموم باید 16 انشاءات دیگر ساخته مورد بهره برداری قرار داده شود. در حدود جماعت شهرک فرخار 64 انشاءات گوناگون به نقشه گرفته شده است که تا امروز 49 انشاءات پورا به استفاده داده شد. از جمله انشاءات ذکر شده امروز با جلب متخصصان ساختمانچان محلی، بنیاد بینای نو ماموری شبکه‌های برق نویه، اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری، بینای اداره نترالی و بخش ثبت اسناد دولت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، بینای استقامتی بلندآشانه، بینای لواگی مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی نویه و یک چند انشاءات صاحبکاری با سرعت و صفت بلند جریان دارد. کارهای ساختمانی در 15 انشاءات باقی مانده ادامه دارد که 6 تا آنها با سال 2025 و 9 تا آنها با سال 2026 راست می آید. در دایره وسعت این تدبیرهای آبادانی تا امروز در جماعت شهرک فرخار در برابر بنیاد انشاءات تعییناتشان گوناگون با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهم صاحبکاران راههای بین یک چند کوچه و محله اسفالت پوش کرده شده است. با تامین اینفراستراکچور لازمه آینده در حدود شهرک فرخار با رعایت عنصرهای ملی و معماری ساختمان بیناهای استقامتی بلندآشانه با جایگیرکننی مرکزهای سودا و خدمترسانی به نقشه گرفته شده با بیشتر شدن نقلیات مسافرکشانی کار این ساحه نیز به نظام درآورده می شود که عملی گشتن این هدف به حل مشکلات اجتماعی، تشکیل جایهای نوی کاری و باز هم آباد و زیبا گشتن سیمای مرکز نویه مساعدت خواهد کرد.